تا حالا برات پیش اومده نیمه شب دلت گرفته باشه و یه تصمیم بزرگ بگیری؟ مثلا بخوای رابطه ای رو تموم کنی، از یه هدف دست بکشی یا یه پیام مهم بفرستی. بعد فرداش که بیدار شدی با خودت گفتی من دیشب چه فکری میکردم. این اتفاق بیدلیل نیست. شب ذهن ما خسته است. مغز ساعت‌ها تصمیم گرفته، تحلیل کرده و حالا دنبال آرامشه، نه منطق. توی اون حالت احساسات پررنگ‌تر میشن. چیزایی که معمولا منطقی میبینیم ناگهان بزرگ و دردناک به نظر میان. توی روانشناسی بهش میگن رهایی هیجانی. وقتی مغز خسته است، قشر پیش‌بیشانی که مسئول تصمیم گیری منطقیه کم کار میشه و بخش احساسی مغز یعنی آمیگدالا کنترل رو میگیره. واسه همینه که نصف شب همه چی یا خیلی بد به نظر میاد یا خیلی قطعی. خلاصش این که از 11 شب گوشی رو خاموش کن و بخواب، وگرنه احتمال زیاد فردا صبح پشیمون میشی.